خب ما میخوایم بریم ورود افراد متفرقه. خدا رو شکر ما که متفرقه نیستیم، افراد متفرقه نمیتونن بیان اینجا. ما از اونجایی که چجوریه اینجاست متفرقه. دیدید متفرقه ها راه بلد نیستن. داریم میریم کوهنوردی. این هم گیاه گوش بره است. گوشبازی اسمت تو بگیرم. چقدر زنبورش عسله. فکر کنم برای قیافه شون بهشون میگن زنبور عسل. اسم محصولشون هم گذاشتن عسل. این آره بیا بریم با زنبورا. بیا بریم. من چه موتیو هست واقعا عجیب غریبه شانه دراش. ما تو بهشتیم یا بهشت تو ماه؟ من نمیدونم. نکنه من مردم. برگردیم ببینم افتادم رو سخن بریم پایین تو کج. وای اینا که گزنه نیست. نه شاید باور از من دوستم بیافتم رو زمین قلب بخورم. خدا رو شکر. بریم بالا همینجا باشال خواباشال باشال. اسم این گیاه خنشه، یه گیاه کوهیه و در کنار این خنشا یه سوسک خیلی عجیب غریب اینجا ما داریم. چه رنگی داره. آرش این جنگل ترسناکه نریم؟ بریم. بیا بریم اینوری. یه صاف بریم توش. یه دقیقه اینجا رو ببینم. اونجا چی داره؟ نمیدونم. پرتگاتوریه. خب بریم اونجا یه 2 دقیقه بشینیم بعد بریم. من باتری موبایلم دیگه تموم شد. گوشی ایمان جان رو گرفتم. گوشیشم خدا رو شکر خیلی با کیفیت و خوب میگیره. فقط شاید اصولا رنگ موبایل‌ها چون با هم دیگه فیلم برداریاشون یکم فرق میکنه، رنگ این ویدیوها خیلی شارپ تر باشه. گاندولف چه حالی می‌کرده این چوبه رو می‌گرفته. گاندولف کیه؟ الفا. آها گریفیندور. نه گریفیندور نبود. گاو بیا. ما رسیدیم. همین گاوایی که الان چیزو می‌بینید. اما چی؟ نه اینا بلن خودشون میرن چرا برمیگردن. بابا بلن. آرش دیدم تو سرپاینی اینجا واک می‌کنه. چه رخی گرفته داریم ازش فیلم میگیریم. سلام وای چی بانمکی شما گوگولیا، شما خیلی گوگولین. بیا تو برو تو فیلم بده من میگه. اینو ببین چه رخی گرفته. این با من داره یه ارتباطی برقرار میکنه. آبیه
گرمندش ساعت منو دیده یه بیا بینیم سلام بودی بیا شاخ نمیزنه این نره. این نه شاخ میزنه آره چی؟ احتمالی که شاخ بزنه نه ماده نمیزنه. ای خدا منو نگاه کن. ایشون من بگیر از ایشون بگیر از دوربینش بگیر ای خدا این آبیه خیلی معاشرتیه لیست من ای خدا علی جونم علف بکن بذار براش. اتو سایی برقرار کرده آه گریه کرد چه عشق ریخت چشش آی خدا چه بوبولی مگولی تو خدا میلرزه بدنش چه کیفی داره میکنه داره فکرم غرغر میکنه آرش وای باری کلا یه گوشی خودم بگیر بوبولیا بگیر بندشو بگیر سمت خودت. آره بیا چه بوچلی من خسکل بلایی لیلیلیلیلیلیلی گلپری اسمش گلپری جون بله گلپری جون بله نری گلپر آماده خانوم گلپری قشنگ معلوم میشه این نر بود خوشم نمیاد گلپری بوی تو رو دوست داره آرش یه داره زبونش مثل زبون گندمه یه همزیست پنداری داره با تو میکنه داره میلرزه غرغور داره میکنه برای مگس فرار. آها فکر کنم غرغور آخه هیچ کدومشون چرا نمیکنن پس اونو نگاه ای خدا دختر سلام دختر. اونا میترسن اون نره. منو نگاه. گلپری اون خانوم. پشت سر من. اون نره آره. گلپری پایین دیگه نره دیگه پس همین بر بریم پایین دیگه باید که بریم پایین گفتیم جنگل بالا فلان جنگل ترسناکه این همه توت فرنگی وحشی کوشش توت فرنگی وحشی ها اونم یه قارچ اونجا در اومده اوه چه اینا باحال برگای توت فرنگیه توت فرنگی مواظب باش کوه. گزنه اینه علی این هم گزنه معروف نباید به این بخوریم سیم خارداره نه دیدین بچه ها کامنت بذارید برام که بیام اینجا زندگی کنم یه تایمی یا نه تصمیم گرفتم از کیش بیام اینجا زندگی بکنم حالا این هم یکی از سورپرایزهای این ولاگان بود شاید یه تایمی رو بیام اینجا وای عجب جای عجیبیه اینجا عجب جای عجیبیه اینجا یک دیگه تو نمی شما ریخته هم خیلی مخوفه بالا رو بگیری معلومه این مخوف بودنش هم خیلی قشنگه هم خیلی باحاله هم دوست دارم برم توش یه دقیقه چی نبود صدای جنگل بیاد
اینجا بسترش یعنی خوراک قارچه، بهترین بستر واسه رویش قارچ. موضوع فقط ویژوال داریم، تصویر داریم. عجب جاییه. بچه ها یه دونه اینا رو بکنم بخورم. یا دیدی ماجیک ماشروم و یه دفعه دید من عروج کردم. اینا میشه ماجیکا فکر کنم. آره پیدا میشه بعد بشناسیش. معلومه ماجیکا معلومه. چیگاری که کوچولوه. چند تا پیج دارم باید شناسی ولی دیتا نداریم. اوه اینو ببین، اینا رو ببین. من چشام اینجا خیلی اینا رو ببین زیر پات. آره دیدم عکس گرفتم. من چشام تو اینو خیلی ضعیف عمل میکنه. ببین یه سری واسه خوراکی توی گشت دارم. اینا بزرگه به شدت. هر وقت بعد وقت میزنه. آها. کاجوی نوئل بسیار زیبا برای دیزاین کریسمس. ما میکنیم این کارو. مثلا یکی از چیزاییه که باهاش خیلی کار میکنه. اینجا چوب مناسبمون هم میتونیم پیدا کنیم. راست میگه. مثلا این چوب رو بذارم من، چشم منو گرفته این چوب دست منه. ایرودینامیکش هم کم بود، بهتر شد. این چوب دستی من، چوب دستی هری پاتری. من جای انگشتم و جای دستم ناکنید چجوریه. جای دست داره قشنگ. انگشتو میذاریم اینجا، این 2 تا انگشتم اینجا، اینجوری میگیرم و میام بالا. نه بابا چه راه خروجی رو گم کنیم؟ سمت راست رو ناکنید راه خروج همش. دیگه همینو میریم بالا یکم. نه دیگه از بیرون بریم. از تو این بریم. میریم بالا هم میرسیم به یه دشت. اون درخته رو ببین فرق میکنه با این کاجا. درخته خوشگلی بهتون نشون میدم. بریم 3 تا سیب و یک آبم داریم. بیا تا فردا دووم بیاریم. بیا 3 تا سیب و یکم. بیا شمارش میخوام ببینم پیداش کنم. آرش داره میگیره ازش. دستم خیلی درد میکنه. اشتباه کردم مچمندم رو نبستم. درخت رو ببینید بچه. دلش کنید. چقدر عجیبه این درخت. من برای بزرگی‌های تهران استفاده میکنم برای دیزاین دیگه. اصلا کفش مناسبی من نپوشیدم برای همچین کاری ها. اوه 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 ایمان تو از اینجا رد شدی داشت. من نیم تیغم بکنم رد نمیشم. سرتو بیاری پایین ردی. هشتاد و 5 کیلو رو از تو اینجا رد کردم. عجب چیزی بود. به سیم خاردار گیر کرد. گیر کرد. میگم 85 کیلو رو از تو این سوراخه در بردم. عجب شیبی. واه ببین خوب پا کار کردیم ما. خیلی میگم اصلا جلورون ساختا سنگی شد. داداش اینجا مسیر موتورها اینجاست. موتوریه میگفت 2 روزه تو راهن. گفت 2 روزه داریم میایم این مسیر رو که رسیدیم اینجا. یه سریاشون میرن داکو، از داکو میان جواهرده، از جواهرده میان شانه تراش، میان 2000 دوباره از این ور میرن. او بعضیشون تا قزوین هم میرن. اصلا قزوین بودن. بریم. صداشو میشنوی. الان میاد از اینجا فکر کنم رد میشن. مهو نگاه کن داره میاد. مه آخرش آقا بریدم. خواهی این بغل همون جنگل کاجیه که
ازش اومدیم بیرون. بگید تو رو خدا، تو بگو نفس داری. من دیگه نفسم نمیاد. آره شیب بسیار زیاد داره. چه ولیکای خوشگلی داره. آلو جنگلی. آلو چه؟ آب ناداره این دیگه. رسیدیم به آب. اینجا شاه پله شدن برامون. همچین جنگل مهربانی وجود دارد. افش مناسب ما رو دارید. آخ ماشاءالله. سلام علیکم. بس خودم کوهی شدم دیگه. علیچه کوهی. آلیچه کوهی شنیدید؟ من علیچه خاصیتش بیشتره. آره. دمنوشش خیلی خوب. اینجا دیگه سر قله است. رسیدیم به قله. قله بالایی. علی برو اگه اون چیزی که بود یه بود کن بیا. توی این ارتفاع، توی این بکری، این همه گیاه در اومده. چرا عزیزای من؟ میدونم خسته این بالا دیگه اومدی نفست گرفته. ولی واقعا خیلی نه وزن میدارن اینا نه چیزی، ولی میمونه این تا مدت ها تو اینجا میمونه. میشه مال منو بوق بذاری اگه خواستی بذاری؟ فوش نده. فوش دادن نداره. اون آدم آگاهیه که این کارو کرده. دهن اونی که بچه دار میشه ولی آگاهی بچه دار شدن نداره. وقتی بچهش بزرگ میشه یه همچین کارایی میکنه. دست شما درد نکنه به فکر طبیعتی. من گفتم 2 تا دونه الان برمی‌داریم تموم میشه. هیچ افتادیم تو چرخه پاکسازی جنگل. به من بعد نشانه از کجا باید بریم؟ اینجا باید بریم. زباله جمع کن بدن. کوه و دریا و جنگل و مادر درسته من پزشک نشدم، اما زباله هایی را جمع کرده ام که زندگی طبیعت ما را طولانی تر چه میگم ولش کن. قطعش کن. پری نبود بچه ها، ظاهرا ایشون داداشش بود. داداش محمد جواد. نترسه محمد جواد. لیسی میزنه. بابا بسته سنباده زدی. خوشگله. جان خیلی خوشگله اینا. بعد زنبوره اینجا شهر اینا رو میخورن عسلی میدن ها.
لونه قرقابولاست دیگه. مثل قرقابل اینجا میان. نه محل زندگیشونه، زیست بومشونه. لایه اینا قایم میشن. اینو گوشواره است. اینجوری اینا رو نگاه کنی خیلی بالا. عجب جاییه اینجا. خیلی بالا. بیا ایمان جان بیا. بیا. دشت قاصدکه؟ نه دشت قاصدک از اون چیزاست. این خیلی باحاله دشت قاصدک. چمچال چوچاق نه. نه این گوشبوزی. نه بابا اون یکی. چوچاق. نه این سرخس. سرخس. دشت سرخسه. نه اینا رو میگم. این همین این گوشبوزیه. گوشبوزی آره. ای خدا خیلی باحاله. دست میذارم به گوشش. واقعا انگار گوشه حیوان دارم دست میذارم که پرز داره. برگشتیم. امیدوارم که این ویدیو رو شما ببینید، یعنی من سالم برسم به مقصد و بتونم که چون گم شدیم احساس میکنم، یعنی احساس میکنیم داریم یه مسیری رو میریم که فکر کنم اگه روستایی دیگه سایدار بیاریم به امید خدا. تا ولاگ بعدی یادتون نره سابسکرایب بکنید، لایک هم استرس گرفتم جون مایه بذاره. آره لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، همه این کارا رو بکنید، کامنت هم بذارید. دمتونم گرم، دوستتون دارم. این بر رضا اصلا اینه راهی که داریم میریم گم شیم. خداحافظ شما دوستان، دوستتون داریم. بگی خداحافظی کنم.